مظلوم پولدار اداییام زعفرانی چه جوری گفتی زعفرانی؟ شهید فلاحی. ما بچهای بالا ببین از لحاظ دما که خب 2-3 درجه ما همیشه جلوتر. اگه نرگس اینا پولدار نبودن مثل شما به نظرتون دوست میشید با هم دیگه؟ الانم اختلافمون چیزه. کدوم شمایی؟ معلوم نیست. من مستقیمش رو نمی‌کنم کدوم. اختلاف طبقاتی وجود داره ولی اختلاف طبقاتی برای مطرح. در چه حد اختلاف طبقاتیتون؟ یعنی مثلا شهید فلاحی اونو پایینه بنکن دیگه. پایینه یعنی دیگه تو سراشیبی شهر افتاده دیگه. این تناسب صورت. تناسب که نداره. خب به فرض محال که تناسب صورت. بگو این صورت یه ایراد داره. دماغ من ناکن شما. خب پر این رگای قرمز ریز 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 این گوشه ها اینا رو که داری. چی؟ عینک اصلا چرا عینک میزنی که خون رسانی میکنه به دماغ خانم؟ 90 میلیون آدم دارن خون رسانی میشه یه نفر این شکلی نمیاد با این رگا موی رگا جلوی دوربین. خب دماغم بزرگه باید خون زیادی بهش برسه. نه گنده تر از اینش من دیدم دماغشون ولی هیچ کدوم اینجوری نبوده. دماغ ایراد داره. خب. چشم بله اینطوری عینک بدون شیش اصلا اونو نمیفهمه اینا بیماریه یعنی برای چی میزنی؟ زیر چشم گوده خانم. خب. حالا این همه ایراد اونو بودی هم بقیه بد نمیگم من میگم. چرا خب همون رویه بقیه رو برید پیش یعنی حست خوبیه دیگه اینکه در یعنی رفاه نسبی هستی حس خوبیه. نسبی نسبت به همه آدم‌ها. بقیه پولدارا. آودی دارید؟ یعنی آره از کجا فهمیدی؟ آره این صدای بوق آودیه دیگه.